اثر مرکب فصل 5. امیدوارم تاکنون پی به اهمیت انتخاب‌هایتان برده باشید. حتی اگر مهم به نظر نرسند، وقتی ترکیب شوند تأثیر بزرگی بر زندگیتان می‌گذارد. همچنین در مورد مسئولیت 100% شما در قبال زندگی و کارهایتان بحث کردیم. شما به تنهایی مسئول انتخاب‌ها و رفتارهای خود هستید. همچنین باید درک کنید که انتخاب، رفتار و عادتهایتان تحت تأثیر نیروهای قدرتمند خارجی است. بیشترمان از کنترلی که این نیروها بر زندگیمان دارند خبر نداریم. برای اینکه روند حرکت مثبت به سوی اهدافتان را حفظ کنید، باید این تأثیرات را بفهمید و کنترل کنید تا به جای اینکه از مسیرتان به سمت موفقیت منحرفتان کنند، از شما پشتیبانی کنند تا به موفقیت برسید. همه انسان‌ها تحت تأثیر 3 عامل هستند. 1. ورودی، چیزی که مغزتان از آن تغذیه می‌کند. 2. ارتباطات، افرادی که وقتتان را با آنها می‌گذرانید. 3. محیط، اطرافتان. اگر می‌خواهید بدنتان با بهترین عملکرد به حرکت درآید، باید مراقب مصرف غذاهای مغذی با کیفیت و خوب باشید و از خوردن فست‌فودهای وسوسه‌انگیز خودداری کنید. اگر می‌خواهید ذهنتان خوب کار کند، باید بیشتر مواظب تغذیه ذهنتان باشید. آیا مغزتان با خلاص اخبار تغذیه می‌کند یا سریال‌های طنز که ذهن را تخریب می‌کنند؟ آیا مجله موفقیت می‌خوانید یا مجله‌های دیگر؟ کنترل کردن ورودی تأثیر مستقیم و قابل ملاحظه‌ای بر خلاقیت و تصمیم گیری‌های شما دارد. کنترل آنچه ذهنمان مصرف می‌کند بسیار سخت است، زیرا بیشترمان ناخودآگاه عمل می‌کنیم. درست است که بی‌فکر می‌خوریم، اما بهتر است به آنچه وارد بدنمان می‌کنیم توجه کنیم، زیرا غذا خود به خود به دهانمان پرش نمی‌کند. پس به توجه بیشتری برای جلوگیری از ورود چیزهای ناسالم و مخرب به مغزمان نیاز داریم. اینکه بتوانید انتخاب‌های دلخواه و گزیده‌ای داشته باشید و مقابل هر نوع اطلاعاتی که تأثیرات مخربی بر خلاقیت مغزتان دارد بایستید، جنگی است که هیچگاه پایان پذیر نیست. مغز طوری طراحی نشده که خوشحال نگهتان دارد. ذهنتان فقط یک دستور کار دارد، آن هم زنده ماندن است. مغز همیشه مواظب نشانه‌های کمبود و حمله است. مغز طوری طراحی شده تا در جستجوی چیزهای منفی باشد، مانند منابع رو به کاهش بدن، آب و هوای بد و هر چیزی که قصد صدمه زدن به شما را دارد. پس وقتی در راه محل کارتان رادیوی ماشینتان را روشن می کنید و با اخباری منفی نظیر دزدی، آتش‌سوزی، جنگ‌ها، حملات تروریستی و رکود اقتصادی بمباران می شوید، مغزتان بیدار می شود و کل مدت روز را صرف تفکر درباره ترس‌ها، نگرانی‌ها و چیزهای منفی می کند. همین اتفاق وقتی به تماشای شبکه خبر بعد از کار می نشینید می افتد. خبرهای بد بیشتر. کل شب ذهنتان درگیرش می شود. ما نمی توانیم دی ان ای خود را عوض کنیم، اما رفتارمان را می توانیم. می توانیم به ذهنمان بیاموزیم که فراتر از کمبودها و حمله ها باشد. چطور؟ ما می توانیم مواظب دهانمان باشیم و تغذیه مناسب داشته باشیم. می توانیم به چیزهایی که وارد مغزمان می کنیم نظم و خلاقیت ببخشیم. در زندگی چیزهایی که آرزویشان می کنید به دست می آورید. انتظارات روند خلاقیت را پیش می برد. چه انتظاری دارید؟ هر چیزی که به آن فکر می کنید را انتظار دارید. روند افکارتان همان گفتگوهای ذهنیتان می باشد و بر پایه نتایجی است که در زندگی کسب کرده اید. حال سوال اینجاست به چه چیزی فکر می کنید؟ مسیر افکارتان چه تأثیری دارد؟ پاسخ: به هر آنچه اجازه می دهید که بشنوید و ببینید همان ورودی است که مغزتان را تغذیه می کند. همین و بس. ذهنتان مانند لیوانی خالی است، هرچه در آن بریزید را نگه می دارد. اگر اخبار مهیج، عناوین جنجالی، مطالب شهوانی، یاوه‌گویی‌ها، حوادث و جوک‌های بی ارزش را دنبال کنید، آب کثیفی در لیوانتان ریخته اید. اگر آب تیره و کثیف را انتخاب کنید
و درون لیوانتان بریزید. هر آنچه خلق می کنید از آب آلوده است، زیرا همان است که فکرش را می کنید. زباله داخل را بیرون بریزید. همه آن مدتی که در حال رانندگی هستید و به اخبار روز، حوادث، ورزش، اقتصاد و درگیری های نظامی در جهان گوش می کنید، روند فکریتان را می رانید که توسط این روند انتظاراتتان نیز رانده می شود و ورودی هایتان خلق می شود. خب خبر بدی است، اما اگر لیوانی کثیف را با آب تمیز و شفاف بشویید، در نهایت لیوانی با آب شفاف و تمیز خواهید داشت. آن آب تمیز چیست؟ ایده ها و ورودی های مثبت، الهام بخش و هدایت کننده است. روش موفقیت، کامیابی، سلامتی، عشق و شادی داستان الهام بخش افرادی است که با وجود چالش ها بر موانع پیش رویشان غلبه می کنند و به چیزهای بزرگی دست می یابند. ایده هایی که برای توسعه بیشتر، رشد، گسترش و افزایش مثال ها و داستان هایی است که چه چیزهایی در دنیا خوب، درست و ممکن است. به همین دلیل است که به سختی روی مجله موفقیت کار می کنیم. می خواهیم چنین داستان ها و مثال ها و راهکارهای کلیدی را برایتان آماده کنیم و در اختیارتان قرار دهیم تا بتوانید از آنها برای پیشرفت و بهبود دیدگاهتان با توجه به جهان، خودتان و نتایجی که خلق می کنید استفاده کنید. در ضمن به این دلیل است که من روزانه نیم ساعت متون الهام بخش و سازنده در صبح و عصر می خوانم و در ماشینم نیز به لوح فشرده پیشرفت و موفقیت فردی گوش می کنم. لیوانم را تمیز می شویم و ذهنم را تغذیه می کنم. آیا این مرا از فردی که از خواب بیدار می شود و در اولویتش خواندن روزنامه، شنیدن اخبار رادیو در مسیر رفت و برگشت به محل کارش، مشاهده اخبار شبانه از تلویزیون قبل از رفتن به تختش متمایز نمی سازد؟ شرط می بندم که تفاوت ایجاد می کند. برای شما نیز تفاوت می کند. شما آب آلوده در لیوانتان می ریزید مگر اینکه تصمیم بگیرید در غار یا در بیابان زندگی کنید. وقتی از فرودگاه رد می شوید شاید بر تابلوها اخبار شبکه CNN پخش شود. وقتی خرید می کنید در نمایشگر فروشگاه ها سرتیتر خبرها پخش شود. اتفاقی مجله حوادث بخرید. حتی دوستان، اعضای خانواده و نوارهای ذهن منفی خودتان، همه ممکن است در لیوانتان آب کثیف بریزند. البته به این معنا نیست که نمیتوانید کمتر در معرض این خطرها قرار گیرید. شاید اتفاقی مجله حوادث بخرید، اما می توانید اشتراکتان را از چنین مجلاتی لغو کنید. می توانید از گوش کردن به رادیو در رفت آمد به محل کارتان دست بردارید و در عوض به لوح فشرده‌ای الهام بخش و سازنده گوش دهید. می توانید تلویزیون را برای اخبار عصر خاموش کنید و به جایش با همسر و فرزندانتان صحبت کنید. می توانید دستگاه ضبط از برنامه‌های تلویزیونی بخرید و برنامه‌هایی را که احساس می کنید آموزنده و مفید هستند ضبط کنید و پیام‌های بازرگانیش را حذف کنید و نبینید. آگهی‌های تبلیغاتی که هدفشان نشان دادن احساس منفی و کمبودهایتان و ایجاد نیازهای کاذب در شماست تا متقاعد شوید اجناس بنجل و به درد نخور آنها را خریداری کنید. با دیدن تلویزیون بزرگ نشدم، اما برخی از برنامه‌های آن دوران را به یاد دارم. تلویزیون بخش بزرگی از زندگی خانوادگیمان نبود. به گونه‌ای برنامه‌ریزی داشتم و مدیریت کردم که بدون تلویزیون بزرگ شوم و همین موضوع باعث شد تا وقتی برنامه‌های تلویزیونی نگاه می‌کنم دیدگاه عمیق‌تری داشته باشم. مطمئنم من نیز با سریال‌های کمدی می‌خندم، ولی بعد از مشاهده احساس تغذیه بد و نفخ بعد از خوردن فست فود را دارم. هنوز باورم نمی شود که تبلیغات تلویزیونی چگونه از ترفندهای روانشناسی، ترس‌ها، دردها، نیازها و ضعف‌هایمان برای به دام انداختنمان استفاده می کنند. اگر با فکر کردن مداوم به این که من به اندازه کافی خوب نیستم و نیاز به خرید فلان وسیله دارم تا خوب باشم، چگونه می توانم انتظار داشته باشم نتایج عالی به دست بیاورم؟ در یک تحقیق علمی مشخص شد که آمریکایی‌ها، افراد 12 سال به بالا، در سال 1704 ساعت
به تماشای تلویزیون میپردازند. میانگین آن روزی 4 ساعت خواهد بود، یعنی 30% بیداریمان را به تماشای تلویزیون می نشینیم. حدود 33 ساعت در هفته که از 1 روز در هفته خیلی بیشتر است و 2 ماه در سال می شود. وای، با این اوضاع مردم فکر می کنند چرا نمی توانند در زندگی پیشرفت کنند. رسانه ها با گروگان گرفتنمان پیشرفت می کنند. آیا تاکنون اتفاق افتاده در ترافیک سنگین و طولانی مدتی گیر بیفتید و متعجب شوید که چه چیز باعث ترافیک شده؟ مطمئنم هرچه پیش می روید و نزدیک می شوید می بینید هیچ مانع فیزیکی و جریان ماشین ها را مسدود نکرده. تصادف مدتی قبل اتفاق افتاده و به کنار جاده منتقل شده. این ترافیک 3 مایلی از آدم هایی بود که سرشان را از ماشین بیرون آوردند تا ببینن چه شده. با فهمیدن این موضوع عصبانی می شوید، اما وقتی از کنار صحنه تصادف رد می شوید چه اتفاقی می افتد؟ آرام می رانید و سرتان را از ماشین بیرون می آورید. چشمانتان را از جاده روبرو بر می دارید. سرتان را از شیشه بیرون می آورید و صحنه تصادف را نگاه می کنید. چرا آدم‌های خوب و محترم می خواهند چنین صحنه‌های غمگین و ناخوشایندی ببینند؟ این میراث ژنتیکی ماست و به احساس غریزی ما برای حفظ جانمان برمیگردد. نمیتوانیم جلویش را بگیریم، حتی اگر در دوری از افکار منفی متبحر باشیم و طوری تربیت شده باشیم که سرسختانه مثبت اندیش باشیم. وقتی موضوع پیروی از احساسات مطرح باشد، ماهیت اصلی ما نمیتواند مقاومت کند. کارشناسان رسانه‌ای این موضوع را درک می‌کنند. آنها ذات وجودتان را در خیلی جهات بهتر از خودتان میشناسند. رسانه‌ها همیشه برای خودنمایی و جلب توجه از تیترهای وسوسه کننده، شک برانگیز و احساسی استفاده می‌کنند. اما امروز به جای 3 شبکه اخبار تلویزیونی و رادیویی هزاران شبکه وجود دارد که 7 روز هفته 24 ساعته پخش می‌شوند. به جای چند صفحه روزنامه، پورتال‌های بیشماری به تلفن هوشمند، تبلت و رایانه‌هایمان وصل است. رقابت برای جلب توجه افراد هیچگاه تا این اندازه خونین نبوده. مدیران رسانه‌ای تا این حد مدام با دوز کلک متوسل به اخبار شوکه کننده نشدند. 1-2 جین یا شاید بیشتر موارد بسیار تأسف‌بار، شوکه کننده، مجرمانه، غم‌انگیز و نفرت انگیز در جهان اتفاق می‌افتد را پیدا می‌کنند و آنها را بارها و بارها در روزنامه‌ها، شبکه‌های خبری و وبسایت‌ها نمایش می‌دهند. در طول همان 24 ساعت میلیون‌ها اتفاق شگفت‌انگیز، زیبا و باور نکردنی رخ داده. با این وجود خیلی کم درباره آنها می‌شنویم، زیرا در جستجوی اخبار منفی بیشتر و بیشتر می‌رویم. داستان‌های خبری مثبت چگونه می‌توانند امیدوار باشند که با این دسته از علایق مردم و هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی رقابت کنند؟ اجازه دهید به قضیه آزادراه برگردیم. به جای تصادف در کنار اتوبان، اگر غروب خیره کننده و دلانگیزی که تاکنون ندیده بودید آنجا بود، چه اتفاقی برای ترافیک می‌افتاد؟ این صحنه را بارها دیدم. همه با بالاترین سرعت رد می‌شوند. بزرگترین خطر رسانه‌ای این است که نگاه منفی و منحرف شده‌ای به دنیا می‌دهد. از آنجا که تمرکز، تکرار و پیام رسانیشان بر پایه نکات منفی است، آنچه ذهنمان شروع به باورش می‌کند نکات منفی است. دیدی منحرف و کوتاه‌بینانه از آنچه جوابگونی است تأثیر شدیدی روی نیروی خلاقیتتان دارد و می‌تواند جلوی حرکتتان را بگیرد. لازم است آنچه برای محافظت از ذهن استفاده می‌کنم را برایتان بازگو کنم، اما هشدار می‌دهم که رژیم ذهنی سختی برای ذهنم دارد. شاید بخواهید به اولویتتان رژیم مرا اضافه کنید. باید بگویم که این سیستم به خوبی برایم کار کرده. ممکن است حدس بزنید که به هیچ اخباری گوش نمی‌دهم و هیچ روزنامه یا مجله خبری را نمی‌خوانم. 99% کل اخبار وارد زندگی هدف، رویا و آمال شخصیم نمی‌شود. سعی می‌کنم اخباری که به من مرتبط می‌شود و سازنده است یا با اهداف و علاقه‌ام رابطه مستقیم دارد را گوش کنم. اخباری که برایم مفید است از دیگر خبرها جدا می‌کنم تا مجبور نشوم هیچ گونه آشغال یا آلودگی در لیوان آبم بریزم، در حالی که دیگران ساعت‌های متمادی زباله‌های بی ربط و نامناسبی را مطالعه می‌کنند
و فکرشان مختل می شود و روح و روانشان آسیب می بیند. من اطلاعات مفیدی را که می خواهم هنگام نیاز در کمتر از 15 دقیقه در روز به دست می آورم. حذف ورودی های منفی به تنهایی کافی نیست. برای حرکت در مسیر مثبت باید بدی ها را بشویید و خوبی ها را جایگزین آن کنید. ماشینم بدون این دو حرکت نمی کند. بنزین و لوح فشرده‌ای که همیشه در دسترس است که هنگام رانندگی به آن گوش کنم. میانگین میزان رانندگی آمریکایی ها در سال حدود 12,000 مایل است، یعنی 300 ساعت زمان برای سازندگی فردی وجود دارد. برایان تریسی به من آموخت که ماشینم را به کلاس آموزشی تبدیل کنم و برایم توضیح داد وقتی رانندگی می کنم و به لوح فشرده‌ای گوش می دهم هم اندازه 2 ترم دانشجوی دانشگاه هر سال مطلب یاد می گیرم. به این موضوع فکر کنید. از زمانی استفاده کنید که با گوش کردن به رادیو هدرش می دهید. در صورتی که با استفاده از این زمان می توانید در یک رشته تخصصی دانشی معادل یک فرد دارنده مدرک PhD در آن رشته داشته باشید. به عنوان مثال در شاخه مدیریت، فروش، کارآفرینی، روابط عمومی یا هر رشته‌ای که انتخابش می کنید، این تعهد با ترکیب با مطالعات مستمر روزانه‌تان شما را از دیگران متفاوت می سازد. فقط کافی است همزمان به گوش دادن به لوح فشرده و کتاب‌های مفید و سازنده سرگرم شوید. پرندگان هم نوع با هم پرواز می کنند. افرادی که عادت دارید با آنها رابطه داشته باشید گروه مرجع نامیده می شوند. طبق تحقیق هایی که روانشناسان اجتماعی دکتر دیوید از دانشگاه هاروارد انجام داده، گروه مرجعتان 95% موفقیت یا شکستتان را مشخص می کند. با چه کسی بیشترین زمان را صرف می کنید؟ بیشتر چه افرادی را ستایش می کنید؟ آیا این دو گروه یکی هستند؟ اگر نه چرا؟ جیم ران به من آموخت افراد ترکیبی از 5 نفری که بیشتر با آنها در ارتباطند هستند و میزان ثروت، درآمد، سلامت و نگرشمان با نگاهی به اطرافیانمان به دست می آید. افرادی که با آنها در ارتباط هستیم و وقت می گذرانیم و گفتگوهایی که توجهاتمان را جلب می کند و رفتار و نگرشی که در معرضش هستیم را در زندگیمان به کار می بریم. در نهایت شروع به خوردن آنچه می خورند می کنیم، آنچه می خوانند را می خوانیم، همانندشان حرف می زنیم، همانندشان فکر می کنیم، آنچه تماشا می کنند را می بینیم، مانندشان با دیگران رفتار می کنیم و حتی مانند آنها لباس می پوشیم. نکته جالب توجه این است که بیشتر مواقع به طور کامل از شباهت‌هایمان با اطرافیانمان بیخبر و ناخودآگاه هستیم. چطور آگاه نیستیم؟ زیرا یک دفعه رابطه امان را به مسیری سوق نمی دهد، بلکه بسیار آهسته تأثیرشان را می گذارند. درست مانند این که با تیوپی روی آب شناور هستید و به آسمان نگاه می کنید. احساس می کنید در جای ثابتی شناورید تا اینکه یک بار متوجه می شوید جریان آب آرام نیم مایل از ساحل دورتان کرده. به 2 دوستتان فکر کنید که عادت به خوردن پیش غذای چرب یا کوکتل قبل از شام دارند و این عادت همیشگیشان هست. با آنها بیرون می روید و متوجه می شوید که شما نیز چیپس پنیری و سیب زمینی سرخ شده می خورید و از نوشیدن نوشابه‌ای که همراهش می خرید لذت می برید و به آنها همه جوره ملحق می شوید و خودتان را با آنها هماهنگ می کنید. در صورتی که دیگر دوستانتان غذای سالم سفارش می دهند، درباره کتابی الهام بخش که خوانده‌اند صحبت می کنند و از آرزوهایشان در کار صحبت می کنند و شما نیز کم کم شروع می کنید و ناخودآگاه رفتارتان شبیه آنها می شود. آنچه می خوانند و درباره آن صحبت می کنند را می خوانید. فیلم و سریال های مورد علاقهشان را می بینید و به جایی که پیشنهاد می دهند می روید. مواظب باشید. تأثیرهایی که دوستانتان می گذارند می تواند خوب و بد، مثبت یا منفی باشد. تأثیرها قدرتمند هستند. نمی توانید با افراد منفی در ارتباط باشید و زندگی مثبتی داشته باشید. حال پاسخ دهید که به طور میانگین چه ترکیبی از سلامت، رفتار، درآمد و نگرشتان از 5 نفری که با آنها بیشترین زمان را می‌گذرانید در وجودتان هست. آیا از جوابتان می‌ترسید؟ اگر بله، بهترین راه برای اینکه خلق و خویی در خودتان بپرورانید این است که با افراد این چنینی که از قبل این گونه هستند و می‌خواهید مانند آنها باشید بیشترین زمان را بگذرانید.
رفتار و نگرششان که بخشی از موفقیتی که آرزویشان را دارید کمکتان می کند شروع به تبدیل به بخشی از عادت همیشگیتان شود. اگر به اندازه کافی با آنها زمان بگذرانید، موفقیتی شبیهشان در زندگی به دست می آورید. اگر تاکنون این کار را نکرده اید، اسم 5 نفر که با آنها بیشترین زمان را می گذرانید یادداشت کنید. همچنین شخصیت اصلیشان چه مثبت چه منفی را یادداشت کنید. مهم نیست که چه کسانی باشند، می تواند همسر، برادر، همسایه یا حتی منشیتان باشد. حال آنها را بررسی کنید و رمز موفقیتشان را کشف کنید. میزان سلامت و حساب بانکیشان چقدر است؟ روابط عمومیشان چطور است؟ همانطور که به نوشته ها و نتایجتان نگاه می کنید بپرسید آیا این فهرست مناسب من است؟ آیا این جایی است که می خواهم بروم؟ زمانش رسیده که افرادی که با آنها در ارتباط هستید و با آنها وقت می گذرانید را ارزیابی و اولویت بندی کنید. این روال می تواند پرورشتان دهد، علاقمند اموری کند یا به دردسر بیاندازد. حال فکر کنید با چه کسی مایلید وقت بگذرانید. اجازه دهید نگاهی عمیق‌تر بیاندازیم. همانطور که جیم ران به من آموخت، کاری قوی است که بتوان آن را ارزیابی کرد. دقیق‌تر این است که روابطتان را به 3 دسته تقسیم کنید: قطع رابطه، محدود کردن رابطه و گسترش رابطه. مواظب افرادی که با فرزندانتان در ارتباط می باشند و تأثیرهایی که در معرضشان هستند باشید. باید از تأثیرهایی که ممکن است افراد بر زندگیتان داشته باشند و همچنین انتخابهایی که ممکن است بکنند و پیامدهایی که معمولاً دارند آگاه باشید. معتقدم که همین اصول برایتان صادق است. از قبل می‌دانید افرادی هستند که باید رابطه‌تان را کامل با آنها قطع کنید. قدم راحتی برای برداشتن نیست، اما قدم لازمی است. باید انتخاب سختی کنید که دیگر نکات منفی تأثیری رویتان نگذارد. درجه کیفیت سبک زندگی که می‌خواهید داشته باشید را مشخص کنید و سپس اطرافتان را مملو از افرادی کنید که به این دیدگاه نزدیک باشند و حمایتتان کنند. به طور مداوم آدم‌هایی را که از رشد و زندگی مثبت سرباز می‌زنند را از زندگیم بیرون می‌اندازم. رشد و تغییر ارتباط‌ها روشی است که مادام العمر جریان دارد. برخی از افراد ممکن است بگویند در این مسئله بسیار جدی و سختگیر هستم، اما دوست دارم بیشتر سختگیر باشم. با فردی رابطه کاری داشتم، اما وقتی وضع اقتصادی بد میشد بیشتر حرفایش در حیطه این موضوعها بود که چقدر همه چیز افتضاح پیش می رود و تا چه حد این موضوع به احساسش آسیب زده است و چقدر زندگی سخت است. به گفتم پسر، تو باید دست از غر زدن درباره این که چقدر اوضاع بد است برداری. میدانم که میتوانی اطلاعاتی جمع کنی که باورهایت را تقویت کند. اصرار داشت همه چیز و شرایط را بدتر و ناامیدانه تر از وضعی که واقعا بود نشان دهد. بنابراین تصمیم گرفتم که دیگر رابطه کاریم را با او قطع کنم. وقتی تصمیم سختی میگیرید که بین خودتان و افرادی که شما را به بیراهه و شکست میکشند مرزهای ایجاد میکنید، متوجه میشوید با شما میجنگند، به خصوص افرادی که نزدیکتان هستند. تصمیمتان برای مثبت زندگی کردن و هدفمندی برایشان آینه است که تصمیم‌های ضعیفشان را نشان می‌دهد. معذب و ناراحتشان می‌کنید و تلاش می‌کنند شما را به سطح خودشان برگردانند. اصرارشان به این معنا نیست که دوستتان ندارند و برایتان بهترین ها را نمی‌خواهند، بلکه به هیچ وجه این موضوع مد نظر نیست. موضوع درباره ترس‌ها، انتخاب‌های ضعیف و عدم نظم در زندگیشان است. فقط بدانید که جدا شدن از آنها کار آسانی نیست. افرادی هستند که می توانید با آنها 3 ساعت در هفته را سپری کنید، نه 3 روز در هفته. بعضی ها مناسب 3 دقیقه هستند، نه 3 ساعت. همیشه به یاد داشته باشید که تاثیر روابط هم قوی است و هم نامحسوس. فردی که با او پیاده روی می کنید سرعتتان را تعیین می کند. حال سریع یا کن. نمی توانید مقاومت کنید و تحت تاثیر نگرش ها، کارها و رفتارهای برجسته اشخاصی قرار می گیرید که وقتتان را با آنها سپری می کنید. تصمیم قاطع بگیرید که بر اساس عمل کرد و طرز فکر دیگران برایشان وقت بگذرانید. البته بر اساس اینکه چه میگویند تصمیم نگیرید. میدانم که کاری سخت است. چندین بار مجبور به انجام چنین کارهایی شدم، حتی با افراد نزدیک خانواده‌ام. به هر حال اجازه نمیدهم عملکرد و نگرش فرد دیگری رویم تأثیر تضعیف کننده یا ویرانگری بگذارد. همسایه‌ای دارم که دوست 3 دقیقه‌ای هم هست. به مدت 3 دقیقه گفتگوی عالی داریم،
اما برای 3 ساعت اینطور نیست. با دوست قدیمی دوران دبیرستانم 3 ساعت میتوانم زمان بگذارم، اما دوستی نیست که بتوانم 3 روز با او زمان بگذارم. افرادی هستند که میتوانم با آنها چندین روز سپری کنم، اما با آنها به مسافرت نمیروم. نگاهی به روابط خود بیاندازید و مطمئن شوید که 3 ساعت را با دوست 3 دقیقه‌ای تلف نکنید. راجع به از بین بردن اثرهای منفی دیگران صحبت کردیم. همانطور که در حال انجامش هستید می توانید جلوتر نیز بروید. افرادی را مشخص کنید که کیفیت‌های مثبت در آن جنبه از زندگی که می خواهید در آن پیشرفت کنید را دارند. افرادی که موفقیت مالی و شغلی که آرزو دارید را دارند، توانایی مدیریتی که ندارید را دارند، روابط اجتماعی که مشتاقش هستید را دارند، سبک زندگی که عاشقش هستید را دارند، مشخص کنید. سپس زمان بیشتری را با آنها سپری کنید. در سازمان‌ها و مراکز و باشگاه‌هایی که این افراد دور هم جمع می‌شوند و هستند ثبت نام کنید و از آنجا دوستیابی کنید. در ادامه متوجه خواهید شد که چطور عادت داشتم برای بهبود کیفیت روابطم یا انجام فعالیت‌های دلخواهم به شهرهای دیگر رانندگی کنم. در این کتاب درباره جیم ران بسیار سخن به میان آوردم، زیرا جدای از اینکه پدرم میباشد، جیم بزرگترین و تاثیرگذارترین راهنما و مشاورم بوده. رابطه من و جیم مثال مناسبی از رابطه گسترشی است. وقتی با او غذا می‌خوردم و زمان کمی را با او در طول مصاحبه‌ها و پشت صحنه قبل از برنامه‌ها سپری می‌کردم، بیشتر زمانم به گوش کردن به سخنان جیم می‌گذشت. چه درون ماشینم بودم و به فایل‌های صوتیش گوش می‌دادم یا به خواندن کتاب‌هایش وقتی در خانه بودم می‌پرداختم. بیش از 1000 ساعت صرف گرفتن نقشه راه به صورت مستقیم از جیم می‌کردم و 99% این زمان با کتاب‌ها و فایل‌های صوتی برنامه‌ریزی‌اش صرف می‌شد. چیزی که درباره این موضوع جالب است این است که مهم نیست که جایگاهتان در زندگی کجاست. شاید در خانه سرگرم فرزندان کوچکتان باشید یا از والدین پیرتان مواظبت و نگهداری می‌کنید. ساعت‌های طولانی کار با افرادی که با آنها تفاهم و نقاط مشترک کمی دارید یا در مکانی زندگی می‌کنید که فاصله‌اش از محل کارتان بسیار دور است. می‌توانید هر مشاوری که می‌خواهید را در هر جای دنیا داشته باشید، زیرا آن مشاور همه تفکرات، داستان‌ها و ایده‌هایش را در لوح فشرده یا کتابی جمع‌آوری کرده. منابع بیشماری در دسترستان هست که می توانید خواسته هایتان را از آن استخراج کنید و از فوایدشان استفاده کنید. اگر شما در پی روابطی بهتر، عمیق‌تر و با معناتر هستید، از خودتان بپرسید که چه کسی چنین روابطی که من می خواهم را داراست؟ چگونه می توانم زمان بیشتری را با آن شخص بگذرانم؟ چه کسی را می توانم ملاقات کنم که تأثیرهای مثبتی رویم بگذارد؟ اجازه دهید که گرما و درخشششان رویتان تأثیر بگذارد. با فردی که فکر می کنید بزرگترین، بهترین و بیشترین موفقیت را در زمینه‌ای که می خواهید به دست آورده دوست شوید. چه می خوانند، برای صرف نهار کجا می روند، چطور می تواند این رابطه رویتان اثر بگذارد. می توانید این روابط گسترشی را با پیوستن به گروه‌های شبکه‌ای، همایش‌های رسمی و سازمان‌های مشابه گسترش دهید. سازمان‌های خیریه، گروه‌های موسیقی و باشگاه‌هایی را پیدا کنید که افرادی را که می‌خواهید الگوی شما باشند آنجا دور هم جمع شوند. یکی دیگر از روش‌ها برای در معرض روابط گسترشی قرار گرفتن این است که تیمی با شریکی که اوج عملکرد و کارایی را دارد بسازید. شریکی که به اندازه شما به مطالعه و رشد شخصی مشتاق و متعهد است. این شخص باید کسی باشد که به او اعتماد دارید، کسی که آنقدر قوی است که صادقانه بگوید که درباره‌تان، نگرشتان و عملکردتان چگونه فکر می‌کند. ممکن است که این شخص دوست قدیمی باشد یا کسی که فارغ از جنسیت به هیچ وجه شما را نمی‌شناسد. موضوع اصلی به دست آوردن و ارائه دیدگاه خارجی بی‌طرف و صادقانه است. در حال حاضر شریک معتمد و دوست خوبم تیلور است. همانطور که بیشتر اشاره کردم، هر جمعه گفتگوی 30 دقیقه‌ای برای بحث درباره بردها، باختها و رفع ایرادهای هفتگی هم دارم و نقطه نظرات یکدیگر را در خصوص بهبود برنامه‌هایمان با هم در ارتباط می‌گذاریم. وظیفه زنگ زدن به تیلور و اینکه می‌دانم باید برایش معتمد باشم مرا در طول هفته بسیار متعهد نگه می‌دارد.
شکست ها یا هر بازخوردی را که تیلور در طول هفته داشته ثبت می کنم و مطمئن می شوم که هفته بعد درباره آنها از او سوال می کنم. او نیز همین کار را برایم انجام می دهد. این شیوه است که ما یکدیگر را شریک مورد اعتماد قرار می دهیم. ممکن است بگویید هفته قبل قبول کردی که در این مورد اشتباه کردی و متعهد به تغییرش شدی. این هفته درباره‌اش چه کاری انجام خواهید داد؟ زندگی است که هر دویمان مدیران پرمشغله‌ای هستیم، اما برایمان جالب است که هر جمعه تماس تلفنیمان را به هیچ وجه فراموش نمی‌کنیم. آسان نیست. گاهی در هنگام روز فکر می‌کنم که اوه خدای من، این کار را نیز باید انجام دهم، ولی در حین گفتگو می‌اندیشم که چقدر خوب شد این گفتگو را داشتم. حتی هنگام آماده شدن برایش، اینکه شکست‌ها و پیروزی‌هایم را در مدت یک هفته بنویسم خیلی چیزها درباره خودم به من می‌آموزد. این هفته به تیلور گفتم تو می‌دانی که چقدر درگیری دارم. کتابم را می‌نویسم و با مشکلات بیشماری دست در گریبانم و از چیزهای جدیدی آگاه شدم، اما هیچ چیز قابل ذکری این هفته ندارم. در پاسخم گفت اجازه بده که این هفته آخری باشد که دست خالی میایی. سپس نفس عمیقی کشید و آب دهانش را قورت داد و ادامه داد مرا فریب نده. نکته را گرفتم. در حقیقت خودم را با اینکه چیزی برای مشارکت ندارم گول زده بودم. چالشی جدی برایتان دارم. کافی است برای انجامش تصمیم بگیرید. آیا بازخورد واقعی می‌خواهید؟ اشخاصی را پیدا کنید که به اندازه کافی اهمیت می‌دهند که بیرحمان صادق باشند و از آنها این سوال‌ها را بپرسید. در ذهنتان چگونه هستم؟ به نظرتان نقاط قوتم چیست؟ در چه زمینه‌ای فکر می‌کنید می‌توانم پیشرفت کنم؟ در چه مواردی خودم را قربانی کردم؟ از چه نکاتی باید دست بردارم تا برایم مفید باشد؟ چه نکته‌ای را باید شروع به انجامش کنم؟ پاول دیگر دوستی است که مشاورم بود. پاول در سال 2009 در 81 سالگی درگذشت. هر باری که فکر می‌کردم کاری را به خوبی و در سطح عالی انجام می‌دهم، به ملاقات پاول می‌رفتم. معیار واقعیم بود. آنچه قبل از خوردن نهار انجام می‌داد مرا متعجب می‌کرد. زمان طولانی را با او می‌گذراندم. پاول یکی از شرکت‌هایم را خریده بود. سپس من یکی از شرکت‌های او را برگرداندم. او الهام بخشی قوی در زندگیم بود. بعد از گذراندن چند ساعت با پاول، شنیدن درباره برنامه‌ها، ماجراجویی و فعالیت‌هایش سرم را درد می‌آورد. سعی در مشاهده تفاوت‌هایش مرا خیلی خسته می‌کرد. بعد از گذراندن چند ساعت با پاول، شنیدن درباره برنامه‌ها، ماجراجویی و فعالیت‌هایش سرم را درد می‌آورد. سعی در مشاهده تفاوت‌هایش مرا خیلی خسته می‌کرد. بعد از گذراندن مدتی با پاول می‌خواستم بروم و چرتی بزنم، اما ارتباطم با او موفقیتم را زیاد می‌کرد. سرعت راه رفتنش با دویدنم برابر بود. ایده‌هایم را درباره اینکه تا چه حد می‌توانم موفق باشم و تا چه حد می‌توانم به رویاهایم برسم می‌پروراند. باید با همچنین افرادی وقت بگذرانید. هیچگاه برای اینکه مشاور نشوید خوب نیستید. در طول مصاحبه من با هاروی به من گفت 20 مربی داشتم. باورتان می شود؟ مربی سخنوری، مربی نگارش، مربی طنز پردازی، مربی زبانهای خارجه و غیره داشتم. همیشه این قضیه را جالب می دانستم که موفق ترین افرادی هستند که خواهان استخدام و جذب بهترین مربیان و آموزش دهندگان هستند. بسیار ارزشمند است که برای بهبود عملکردتان روی مربی سرمایه گذاری کنید. پیدا کردن و مراوده با مشاور روشی مرموز و ترسناک نیست. وقتی با کمبلنچ ملاقات کردم، سادگی همنشینی با مربی چاپ شده در مجله موفقیت در ژانویه 2010 را برایم اینگونه شرح داد: به یاد داشته باشید اولین چیزی که از مشاوره گرفتن باید بدانید این است که لازم نیست زمان زیادی در کنارش باشید. بهترین نصیحتی که میتوانم بکنم این است که زمانی کوتاه مانند صرف نهار یا صبحانه با کسی بگذرانید و فقط درباره کاری که در حال انجامش هستید بگویید و نصیحتشان را بشنوید. همین. از شنیدن این که افراد موفق در دنیا چقدر مشتاق مشاوره دادن به دیگران با زمان کم هستند متعجب خواهید شد. جان وودن به دیگر نکات برای اینکه اشخاص مایل به مشاوره هستند
مجله موفقیت چاپ شده در سپتامبر 2008 اشاره و تاکید می‌کند و می‌گوید هدایت و مشاوره میراث حقیقی شماست. بهترین ارثی است که برای دیگران می‌گذارید و هیچگاه نباید پایان پذیرد. باید این همان دلیلی باشد که هر روز برایش از خواب بیدار می‌شوید. آموختن و آموزش دادن. او این چنین ادامه داد: مشاوره جاده‌ای دو طرف است و گفت هر شخصی نیاز به مشاوره دارد. این مسئولیت ماست که مشتاق باشیم اجازه دهیم زندگی و ذهنمان از آدم‌هایی که اطرافمان هستند تأثیر پذیر شود، شکل بگیرد و نیرومند شود. در قسمتی از برنامه‌ام برای خردمند بودن، راهبردی‌تر و اثربخش‌تر عمل کردن و در ضمن برای افزایش زمان و تعاملی که با رهبران پیشرو دارم، گروه مشاوره‌ای در زندگیم درست کردم. طبق زمینه تخصص، توان تفکر خلاقی که داشتن، با احترامی که برایشان قائل هستم، 12 نفر را گلچین کردم. هفته یک بار پیششان میروم و ایده هایشان را درخواست و اجرا می کنم و به دنبال بازخوردها و ورودی هایشان هستم. با اطمینان میگویم منافع و مزایایی که تا به حال از انجام این فرایند به دست آوردم خیلی زیاد و به مراتب بیشتر از سطح انتظاراتم بوده است. تعجب آور است که وقتی علاقه صادقانه‌ای نشان می‌دهید، آدم‌های موفق تمایل پیدا می‌کنند رموز موفقیت را با شما در میان بگذارند. چه کسانی باید در گروه مشاورتان قرار گیرند؟ افراد مثبتی را گلچین کنید که موفقیتی که آرزویش را در زندگی دارید و مایل به ساختن این موفقیت هستید به دست آوردند. این سخن را به یاد داشته باشید که هرگز از کسی که نمی‌خواهید در جای او باشید مشاوره نخواهید. وقتی در بنگاه معاملات ملکی فعالیت داشتم، در قسمت شرقی شهر در خلیج بی سان فرانسیسکو با جمعیت خیلی کم زندگی و کار می‌کردم. افراد یکسان را که در یک سطح زندگی می‌کردند را بارها دیدم. می‌دانستم که محتاج پیدا کردن چرخه گسترش روابطم بودم که بتوانم به وسیله‌اش به جایی که می‌خواهم برسم. شروع به رانندگی در اطراف خلیج کردم تا به یکی از غنی‌ترین و زیباترین نقاط روی کره زمین به نام تیبوران در منطقه مارین کانتی در شمال سان فرانسیسکو بروم. اگر تاکنون به موناکو رفته باشید می توانید تیبوران را تصور کنید، اما بسیار دلپذیرتر و جالبتر، شهری بسیار دیدنی و تماشایی با رستوران‌هایی که غذاهای دریایی خوشمزه‌ای در آنها سرو می شود. در منطقه ساحلی کنار اسکله دریایی وارف رستوران سام قرار داشت که من به آنجا می رفتم. غذاهایش واقعا عالی بود، اما مهمتر از غذا، رستوران به دلیل منظره دلنشین و مشتریهای ویژه‌اش معروف شده بود. در کنار اینکه به رستوران می رفتم تا روابطم را گسترش دهم، روی اسکله می نشستم و به دامنه کوه نگاه می کردم. من هیپنوتیزم خانه‌های ویلایی می شدم. خانه‌های زیبایی که روی صخره‌ها قرار داشتند. همیشه یکی از خانه‌ها بیشتر از بقیه جذبم می کرد. ساختمانی آبی و 4 طبقه با آسانسور شیشه‌ای بیرونی و چراغ دلفینی میله‌ای شکل در بالای ساختمان. عادت داشتم بپرسم که ساختمان عالی و ایدئالم چه ویژگی‌هایی دارد. اگر کسی یکی از این خانه‌ها را به من بدهد، کدام را انتخاب می‌کردم؟ جواب من همیشه مشخص بود: آن ساختمان زیبای آبی را. آن خانه در بهترین نقطه با دورنمایی زیبا و از بهترین ویلاهای آن ناحیه بود. روزی در مسیر بازگشتم به سمت خانه از آن منطقه می‌گذشتم. دیدم که در ورودی یکی از ویلاها باز است و تابلوی نصب شده و روی آن نوشته شده که بازدید از این خانه بسیار لذت بخش است و برای عموم آزاد است. تابلوها را یکی یکی دنبال کردم. از جاده زیگزاگ باریک در دل کوه به بالا رفتم. بالاخره به بالای کوه رسیدم و خانه تبلیغ شده را دیدم. همانطور که وارد می شدم به سمت پنجره رو به خلیج این ویلا پیش می رفتم، گویی جهانی را روبرویم با 360 درجه پهنا حس می کردم. همه شهر تیبوران و جزیره ها در دریا، پل معروف شهر و خط آسمان و دریا از آنجا مشخص بود. به سمت بالکن رفتم و اطرافم را نگاه کردم. یک بار متوجه شدم این همان خانه است که سالها به دنبالش می گشتم. همان خانه آبی بود. بلافاصله قرارداد خریدش را امضا کردم.
خانه رویاهایم همکنون مال من است. نمیتوانم بگویم که کسی را در آن رستوران ملاقات کردم که کل زندگیم را عوض کرد. به هر حال محیط آنجا تأثیر قوی رویم میگذاشت. تماشای آن ویلاها روی کوه رویاها و آرزوهایم را گسترش میداد. سخت‌تر از همیشه کار میکردم تا بتوانم رویاهایم را به واقعیت تبدیل کنم و موفق به انجام این کار نیز شدم و رویاهایم به واقعیت تبدیل شد. رویاهای موجود در ذهن و قلبتان ممکن است بزرگتر از محیطی باشد که برای خود انتخاب می‌کنید. گاهی باید از محیطی خلاص شوید تا بتوانید رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید. مانند کاشتن نهال بلوط در داخل گلدان است. وقتی ریشه آن محدود شود، رشدش نیز محدود می شود. نیاز به فضای بزرگ برای تبدیل شدن به درخت تنومند بلوط دارد. دقیقاً مانند شما. وقتی از محیط اطرافتان صحبت می کنم، فقط به جایی که زندگی می کنید اشاره نمی کنم. به هر چیزی که در اطراف شماست اشاره می کنم. ایجاد محیطی مثبت برای پشتیبانی از موفقیتتان بدین معناست که همه ناهنجاری زندگیتان را پاک کنید. نه فقط ناهنجاری فیزیکی که کار کردن به صورت مؤثر و بهینه را برایتان سخت می کند. البته این نیز بسیار مهم است، بلکه اجسامی را که در اطرافتان ناهنجاری به بار آورده است و پاسخگو نیستند. هر چیز آسیب دیده و آسیب رسان، هر چیزی که در زندگیتان نیروی زهکشی دارد و فشار آورد، مانند خون آشامی که خونتان را می‌مکد، انرژی، موفقیت و پیروزی را از وجودتان بیرون می‌کشد. هر قول، تعهد و توافق ناتمامی توانتان را از شیره جانتان می‌کشد، زیرا تکانشتان را قفل می‌کند و از تواناییتان برای تاختن به سمت روبرو و پیشرفت جلوگیری می‌کند. کارهای ناتمام مدام گوش زده می‌کنند که به عقب برگردید و حمایتمان کنید. پس به آنچه امروز می‌توانید انجام دهید فکر کنید. به علاوه وقتی محیطتان را برای حمایت از اهدافتان می‌سازید، به یاد داشته باشید که هر چیزی در زندگی را با لیاقت و تحمل به دست می‌آورید. این برای همه جوانب زندگیتان درست است، به خصوص در رابطه‌تان با خانواده، دوستان و همکارانتان. هر چیزی که تصمیم به تحملش می‌گیرید، بازتابش در شرایط و موقعیت‌های زندگیتان پدیدار می‌شود. بدانید که در زندگی چیزی به دست می‌آورید که قبول می‌کنید و انتظارش را دارید و همچنین لایقش هستید. اگر بی‌احترامی را تحمل کنید، پس به شما بی‌احترامی خواهد شد. اگر دیر رسیدن و منتظر گذاشتن مردم را تحمل کنید، همیشه همه دیر میرسند. اگر بیش از حد کار کردن و حقوق نگرفتن را تحمل کنید، همینطور برایتان ادامه خواهد یافت. اگر تحمل کنید که بیش از حد چاق، خسته و بیمار شده اید و مشکل جدی ندارید، بدنتان به همین وضعیت ادامه خواهد داد. جالب است که بدانید زندگی چگونه استانداردها را برایتان سازماندهی می کند. برخی از افراد تصور می کنند که قربانی رفتار دیگران شدند، اما در حقیقت به رفتار دیگران با خودمان کنترل داریم. از احساسات، تفکر و جسمتان محافظت کنید. پس می توانید با آرامش و خوبی و خوشی به زندگی ادامه دهید، پیش از آنکه استرس و آشوبی که دنیا بر سرتان سرازیر می کند را تحمل کنید. اگر می خواهید رویه‌ای منظم از عادتهای هماهنگتان را پرورش دهید تا نه تنها تکانش سری به خانه‌تان بزند، بلکه به خانه شما اسباب کشی کند، باید مطمئن شوید که محیطتان پذیرا و حامی این مهمان جدید است و عمل کردید در سطح بالا و جهانی دارد. از آنجا که درباره موضوع سطح جهانی صحبت کردیم، در فصل بعد کمک می کنم تا هر چیزی را که تاکنون یاد گرفته اید به کار گیرید و رازی را به شما می گویم که باعث شتاب دهی به نتایجم می شود. کسب نتایج بزرگتر را نیز فقط با کمی تلاش بیشتر و شاید کمی احساس تقلب به شما بدهد، مانند سود ناعادلانه و غیره. ولی چه کسی گفته که زندگی عادلانه است؟ خلاصه گام‌های عملی. 1. اثری که ورودی رسانه‌ها و اطلاعات در زندگیتان دارد را مشخص کنید. مشخص کنید که به چه محافظتی برای ورودی‌های لیوانتان و اینکه چطور می توانید لیوانتان را دائم با ورودی‌های مثبت، ارتقا دهنده و حمایت کننده حفظ کنید نیاز دارید. 2. روابطتان را ارزیابی کنید. با چه کسی باید روابطتان را محدود کنید؟
با چه کسی باید به کلی قطع رابطه کنید. روشی که روابطتان را گسترش می‌دهد را عملی کنید. 3. شریکی متناسب با هدف مورد نظرتان پیدا کنید. تصمیم بگیرید چه کاری انجام دهید و چه چیزی احتیاج دارید که برای یکدیگر قابل اعتماد باشید و انتظار دارید طرف مقابل چه نظرات و ایده هایی در گفتگوهایش بیان کند. 4. 3 جنبه از زندگیتان که قرار است در آن بیشترین تمرکز برای پیشرفت را داشته باشید مشخص کنید. مربی و مشاوره‌ای برای این جنبه ها پیدا کنید. مشاورتان می تواند کسی باشد که به آرزویتان رسیده و کسی که با او گفتگوی خلاصه دارید، یا کارشناسی باشد که کتاب نوشته یا ایده هایش را در لوح فشرده‌ای قرار داده است.